سلام به همراهان عزیزم در کانال جادوی سپید. من پرستو هستم و امروز اومدم که بهتون چند تا تکنیک فوق‌العاده جذب مال، عشق و آرزو رو یاد بدم. امیدوارم که استفاده کنید و نتیجه رو به من اعلام کنید. تمامی این تکنیک ها جادوی سفید هستن و انرژی فوق‌العاده بالایی دارن و تست شدن البته. از بابت نتیجه گیری خیالتون راحت باشه. لطفاً کسایی که اعتماد ندارن یا حتی اعتقادی به این تکنیک ها ندارن بهتره که انجام ندن، چون ممکنه نتیجه عکس بگیرن. این روش ها با انرژی بالایی انجام میشه و باید فرکانس و ارتعاش بدن فرد مثبت باشه. در نتیجه آدم های منفی نگر نتیجه دریافت نخواهند کرد. اولین چیزی که میخوام بهتون یاد بدم یک یانترای مستطیلی جذب پول هست که به همین شکلی که توی ویدیو میبینید باید انجامش بدید. این یانترا 4x4 هست. اعدادی که میبینید رو مطابق ویدیو توی مربع هایی که حالا تشکیل شده برای این یانترا بکشید و بنویسید. این یانترا رو با رنگ قرمز حتما انجامش بدین و کاغذ رو تا بکنید که البته باید توی کاغذ سفید بدون خط بنویسید. کاغذ رو تا بکنید توی کیف پولتون این یانترا رو قرار بدین یا حتی میتونید توی کشوی محل کارتون قرارش بدید و بعد منتظر معجزش از بابت جذب پول باشید. اگه دوست دارید بدونید یانترا چیه، باید بهتون بگم که یانترا یک هندسه عرفانی هستش که حالا تشکیل اون به 10 یا 11 هزار سال قبل از میلاد برمیگرده. در واقع یک نوع فیلتر پاکسازی کننده است. نماد بعدی که میخوام بهتون یاد بدم یک گلیف جذب ثروت فوق‌العاده قویه یا حتی میتونید به عنوان جذب آرزو هم ازش استفاده بکنید. فقط کافیه این شکل رو به همین صورتی که من دارم براتون میکشم شما روی دستتون بکشید، روی کف دستتون، و معمولا دست چپ رو باید برای این کار استفاده بکنید. با خودکار آبی این شکل و کف دست چپتون میکشید و به مدت 21 روز این کار رو هر روز صبح تکرار میکنید. اصلا اهمیتی نداره که شکل پاک بشه، فقط شما هر روز صبح این کار رو تکرار میکنید و بعد از اون نیتی که دارید رو رها میکنید. رها کردن به این معنی نیست که شما دیگه اصلا به هیچ وجه به نیتتون فکر نکنید. فقط دیگه خیلی به اون نیت پیله نمی کنید و خیالتون از بابت عملی شدن و انجام اون عمل 100% راحت میشه، چون دیگه نیتتون رو به خداوند و کائنات سپردین. این گلیف رو برای جذب عشق هم میتونید استفاده بکنید. فقط کافیه به کیس احساسیتون فکر بکنید و نیتی که دارین رو حالا روی کیس احساسیتون تجسم بکنید. شکل بعدی گلیف نعل هست که اینو برای جذب ثروت و جذب مشتری میتونید استفاده بکنید. کسانی که شاغل هستن بهتره که این کار رو انجام بدن. اگه شما درآمدی ندارید بهتره که این کار رو انجام ندید، چون این تکنیک ها در کنار تلاش شما نتیجه میده، نه اینکه انتظار معجزه داشته باشید و بخواید که پولی قلمبه از آسمون برای شما بیفته. فقط کافیه این شکل رو روی برگ بو با ماژیک سبز یا خودکار سبز بکشید و برگ بو رو توی کیف پولتون قرار بدید یا اینکه بسوزونید و خاکسترش رو به آب یا باد بدید و اون وقت منتظر نتیجه بمونید و ببینید که چه معجزاتی براتون میکنه. شکل بعدی یک شکل بی‌نهایت به همراه کدهای کیهانی است که این کدها از کدهای قوی جذب پول و ثروت هستند. کافی این شکل رو روی نبض دست چپتون با خودکار آبی یا خودکار سبز رنگ بکشید و حالا اون روزی که میخواین این شکل رو بکشید مطمئناً توی همون روز نتیجهش رو دریافت میکنید. دوستای عزیزم، امیدوارم که از این تکنیکا خوشتون اومده باشه. سابسکرایب و لایک و کامنت فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.